یکی در روزها برادرم من که در کوچه همسایه‌ها محافظت میکردگی با автомат در آمدن همانها را ندارایتون تینجی کنیتون گفتگی با ایدیزاده سیجا بیلالو رفته با 7 نفر دیگه با ازیک اومده به خانه پدرم مادرم در اومده است. مادرم میگفت که اومدن دودوای کردن با автомат و با یراخو سه دادرتا قد گرفته دست و پاشه با سیم برسه ای جگرم کندن همه قد دودوای کردن هیچ به دادی من نرسیدن با ازیک سوار کردند و بردند و بیدرک من تا حاضر من همون برادرم مردش نیافتیم خیلی برده عذاب داده باشم. اسلام تازه بوده که ساخه خداوند به هر کس عمر داده است که از نام اسلام و از نام خدا این خیلی کارها را کردن در کار نه. همین خیلی شد که سر آدم را از دهن سگ کنده گرفتیم. همون آدم هم من میشناسم به نظر کارکنی سودا بود. زن کودکش صغیر موند. زنش از گریه و از غم و غصه شوهرش زنکم مرد رفت. این شاهد هستیم ما برای همین. سیجا بیلالو ایدیزاده در پیش موسا پست موندن، در گرد و اطراف شرطوس پست موندن. آدم ها را از ماشین میفروردن، زن ها را از ماشین میفروردن، جاش با زنا میکردن، جاش با بردن میپروندن. همه امیرین با چندین کسا پروندن. همه با شاید مرد 325 نفر مرده رو ما از تک زمین کنده گرفتیم. میکفتن اکسکواتر کتی 5 6 10 آدم یک جای میپرفتن بالاش گور میکردن. موی سفید گفت که در کجایی که سگ فرو میگردد یا سگ ها توب میشد در همانجا مرده است. میرفتیم میکفتیم از همونجا مرده میافتیم. نه گوش دارن نه بینی دارن. کسلت ها کدی دست ها سوختگی شرم شود مردی نباشن بریدگی. بختیار آدمی که دامتی همین معلمه بود در جای باینی که برای آشخانه ها مال میکشتن بردیان بینی گوشت بریدن در حوضی که خون میشن در همونجا پرتافتن. یک از خبر داد رفتیم کوفته گرفتیم بدنش من خیلی کلم کرده رفتگی بود. من خیلی دهشت های دیدیم ما از دست حزب نصرت اسلام. آدمگری هم نداشتن. خدا میزند خیلی از نام خدای اسلام گپ میزنن.